ورزشکاران کشور ما از چمپیونات جهان اوید با اوشو با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. در چمپیونات مذکور که در شهر امیشن جمهوری مردمی چین برگزار شد، در قطار 3400 نفر ورزشکار 68 دولت دنیا کشور ما را 6 نفر معرفی نموده با گرفتن 2 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنجی سزاوار شدند. ورزشکاران پرتجربه میرزادلر خورشیدزاده و فاتح تبروف در این چوربینی با نفوذ ورزشی مهارت بلند نشان داده مدال های طلا را صاحب شدند و پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشتند. در چمپیونات زیاده از 67 دولت‌های دنیا اشتراک کردند. از دسته یکیچنی جمهوری تاجیکستان 7 ورزشکاری بهترین جمهوریمان دولت عزیزمان را در آنجا معرفی کرده صاحب 2 مدال طلا، 5 مدال نقره و 7 مدال برنجی گردیدند که این دستاورد در سالهای اخیر یکی از دستاوردهای بهتری میباشد. رقابت پذیری خیلی مشکل بود، اما به این نگاه نکرده مهارت ورزشکاران ما که در آنجا بهترین حال را ما حرکت کرده معرفی کنیم سطح بلند بود و ما توانستیم جایهای نمایان را اشغال کرده پرچم جمهوری عزیزمان را در عرصه‌های بین‌المللی بلند برداریم. ورزشکاران دیگر کشور ما عباس جوریف، فیض‌الله عبدالله‌زاده، الیاس ولیف و فیروزه بهادرова نیز در رقابت‌ها مهارت خوب نشان دادند و نشانه‌های نقره و برنجی را به گردن آویختند. در چمپیونات جهان با نمود 9 ساعت برآمد کرده جای دوم را اشغال کردم. چمپیونات بسیار در سطح بلند گذشت. حریف‌های من بسیار حریف‌های پرقوت بودند و من جای دوم را اشغال کردم. این برای من باعث افتخار است که در چمپیونات جهان بار اول رفته جای دوم را اشغال کردم و آینده کوشش میکنم که جاهای یکم و چمپیونات‌های آسیا به اشتراک کنیم. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در مرکز ولایت سوخت، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت گرم و صمیمی استقبال نمودند. قید کرده شد که همه این دستاوردها نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت رشد و عمومیت ورزش می باشد. مورد به ذکر است که این ورزشکاران با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به چمپیونات جهان سفربر کرده شده بودند.